اما از اونا فقط خاطره هاشون شد بحر دل قربان خونین چو عثمان صبری بده رب دستوک یاران میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا میمونه میرن آدم از اونا فقط خاطره هاشون به جا دعوت عیسی و موسی و محمد یکی است. دعوت توحید، دعوت اسلام، خداپرستی تنها. ای یهودیان، ای مسیحیان، ای مسلمانان، ای شیعیان، ای سنیان، بیایید این شرکه ها رو دور بندازید، تنها و تنها به سوی خدا برویم. حرف شیادان دینی رو، کل آشان منتراش و قرار تراش رو دور بندازید. مسلمانم و با شهامت، غیرت و جرأت و هم شجاعت، این هدف در ره دین و ایمان، عاقبت یا ظفر یا شهادت، عاقبت یا ظفر یا شهادت. این حقیقت بدان ای مسلمان، شد فدا جان فاروق و عثمان، حمزه با آن جگر پاره پاره، خالد و حیدر و سعد و سلمان، حمزه با آن جگر پاره پاره، خالد و حیدر و سعد و سلمان، 100,000 جوان لالگون شد، این زمین بهرشان رنگ خون شد، بهترین بندگان و رسولان اشک و خون محمد برون شد، اشک و خون محمد برون شد، بهترین بندگان و رسولان اشک و خون محمد برون شد. بانگ تکبیر و دست اقتدار من است، اقتدار من است، جام شهد و شرف افتخار من است، افتخار من است. دین احمد غریب و حزین است، جنوب شرق و هم غرب، دین حق را خطر در کمین است، هم مغم مسلمان مقام است، ثروت و کاخ و یا پست و نام است، هم مغم مسلمان مقام است، ثروت و کاخ و یا پست و نام است، خواب و غفلت سراپا فتاده، فتح و پیروزیش هم حرام است، فتح و پیروزیش هم حرام است. غیرتت ای مسلمان کجا رفت، شوکت و عزتت در فنا رفت، گر صحابه ببودند در اینجا، نام ذلت به باد هوا رفت، بیش از این تا به کی در جهالت، تا به کی خواب و در این حقارت، بیش از این تا به کی در جهالت، تا به کی خواب و در این حقارت. زنده کن دین بر حق احمد، آن رسولی که گرید برآید، آن رسولی که گرید برآید. زنده کن دین بر حق احمد، آن رسولی که گرید برآید. بانگ
تکبیر و زد اقتدار منت، اقتدار منت، جام شمس و شرف افتخار منت، افتخار منت. ای خدا در رهت جان نثاریم، چون حسینت شهادت شعاریم. ای خدا در رهت جان نثاریم، چون حسینت شهادت مرامیم. کربلا در خون و شجاعت، نخل دین با شهادت بکاریم. جان نثاران به راه خداییم، ما مسلمان و هم با وفاییم. در ره دین و آیین و ایمان، ما همه با دیانم فداییم. من مسلمانم، 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 من مسلمانم. عشق دل خواهد که وصف همسر طه کند، آن که تطهیر و ثنایش ایزد یکتا کند. توسن طبعم ز شورش صد نوا دارد به دل، مرغ بی پر چون سفر بر عرصه عنقا کند. دختر صدیق اکبر در حیا و عفتش، او که نقش مادری اندر جهان ایفا کند. در صداقت چون پدر صدیقه کبرا بود، در عبادت مو به مو احکام حق اجرا کند. در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست، در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست. عفتش یاد از حیای مریم عذرا کند. عایشه روشنگر چشم رسول الله بود، عایشه روشنگر چشم رسول الله بود. حافظ قرآن پاک و هم حدیث القا کند. او نشان فقه و دانش قطب اقیانوس علم، کی مقامی این چنین زن در جهان پیدا کند. هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان، هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان، تا محمد را برای مسلمین معنا کند. مدح این مادر میان سوره نور آمده، منشأ پاکی او را خالق مولا کند. سوره ای کز نور او دلها سراسر نور شد، کیست و آن کو سوره و آیات را حاشا کند. هر که دارد اعتراض از بهر ام المؤمنین، هر که دارد اعتراض از بهر ام المؤمنین، سوره و آیات او را لعن و هم رسوا کند. 100,000 جان فرزندان فدای عایشه، 100,000 جان فرزندان فدای عایشه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر تاجدار رسول محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از واشنگتن تا لاهور، از تهران تا کابل، از مسکو تا بلوچستان در سراسر گیتی، به خصوص به بلبلان گلزار نبوی در معهد علامه احسان الهی ظهیر خداوند مشکلاتشون را برطرف نماید و شر خونخواران رژیم ولایت فقیه را از اونها و از بقیه مسلمین برداشته و بر سر خودشان نازل کند. و ایضا دعای بخصوص و سلام بخصوص به آن دسته از بینندگان ارجمندی را که امروز را روزه گرفتند و سنت نبوی را راجع به این روز زنده کردند. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. و خداوند را بسیار شاکریم که به من شما توفیق داده
که در این طوفان تبلیغات دجالگران از کفر و شرک گرفته تا بدعت و ضلالت ولایت فقیه به من شما توفیق داده از میان این همه استبل های تبلیغاتی، این همه بلندگوهای دجالمنش، فریبکار، نیرنگ باز که همه اینها مقدمات دجالند، به من شما توفیق داده که بر گرد بهترین سخن مجلس کنیم، حلقه بزنیم، بر گرد کتابش زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از گلزار توحیدش، از عرفان راستینش، از نورش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن فکر و قلب و عمل خود و برای روشن کردن دنیا و آخرت خود سود ببریم. بله آقای یوسف، میترسم که مشکلی در صدا باشه. بله آقای یوسف. الو آقای یوسف، دستون خورده به تلفن زدید و جوابم نمیدید. با عرض معذرت از خداوند متعال تقاضا دارم که به من شما توفیق بده که از کتابش بهترین بهره را برای روشن کردن قلوب و افکار و دنیا و آخرت خود سود ببریم. و با تشکر از این که ما را مهمان خانه های خودتون قرار داده اید که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را، قلوب و افکار ما و شما را با نور علم و عمل و استقامت منور بسازد و از ظلمت و حیرت و سرگردانی بیدینی و بددینی و خرافه و شرک و امامت و ضلالت و امام زمان بازی و هر آنچه که از ادبیات فریبنده حوزه های ننگین و شرک آلود قم و نجف و بقیه اقمارشان، اقمار فریبنده و خونخوارشان در منطقه می باشد، پاک و مبرا نگه دارد. و چون این کاری ممکن نیست مگر با فهمیدن قرآن، کتاب هستی، کتابی که رهزنان از حفظ او رهبر شدند، از کتابی صاحب دفتر شدند، صاحب دنیا شدند، حرف او را ریب نه، تبدیل نه، آیه شرمنده تعویل نه. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه 16 از سوره یوسف علیه و نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را.
این تلاوت یکی از ائمه حرم دکتر سعود شریم، امام حرم مکی. یک مرجع شیعه را، یک مرجع زندیق مدعی تشیع را، تا به شیعیان توهین نشه، پیدا کنید که این چنین قرآن بخوند. نه، بازم پایین میم. قرآن روحانی درست بتونه بخونه. یک مرجع را پیدا کنید که فاتحه را به درستی بخونه بدون اشتباه. سیستانی میتونه، خمینی میتونه، مکارم شیرازی میتونه. اگه میتونستن نشون میدادن. چو شب گشت با چشم مملو از آب، نشستند نزد پدر با عذاب. دویدیم ناگه به یک سوی بر، ببینیم که میرسد زودتر. به جا ماند یوسف ولی آن کنار، که ما اندر آنجا نهادیم بار. یادتون رفت شما گفتی که ما برای بازی میبریمش. که بیامد یکی گرگ او را درید، که خود گوش ما بانگ او را شنید. شهادت دروغ. بگوییم حق ارچه بی کم و کاست، نیاید تو را باور این حرف راست. این کجدار و مریضی نشون میده که حرف راست نیست. و جاءوا اباهم عشاء یبکون. شب که فرا رسید، هنگام شب، فرزندان یعقوب بعد از اینکه جرمشون رو انجام دادن، به خاطر حسدی که داشتن، همون معصیتی که اولین معصیت در آسمان و اولین معصیت در زمین بود. در آسمان شیطان حسد ورزید، برای ابدالآباد طرد شد، و در زمین قابیل حسد ورزید، برادرش را کشت. و هابیلیان و قابیلیان در این زندگی هر کسی به طینت خود عمل می کند. خب اینا گریه کنان اومدن پیش پدر. الان مونده که آیه شریفه داستان یوسف، موضوع فرزندان یوسف و پدرشون رو معالجه کنه. ولذا یوسف رو میذاریم در مهنت خودش، در چاهی که ناخواسته درش افتاده شده، و بدون شک خداوند با وحی کردن با او به او انس داده. جبرئیل رفته پیشش و منتظر فرجه. یوسف رو کنار میذاریم، ببینیم که برادران مجرمش، برادران حسودش، با پدر داغ دیدهشون چطوری رفتار میکنن. با حالت گریه اومدن پیش پدر. یعنی چی؟ گریه که یکی از احساسات، یکی از پاکترین احساسات انسانی است، یکی از حساسترین احساسات انسانی است. میتونه در راه دروغ به کار گرفته بشه، میتونه یه اسلحه برای دروغ باشه. و لذا هیچ قاضی حق نداره که به مجرد اینکه دید یه متهم دست پاچگی میکنه، گریه میکنه، حتما این حرفش راسته، بلکه دروغ. گریه چه بسا که اسلحه برای دروغ باشه. و جاءوا اباهم عشاء یبکون.
اومدن او رو در چاه گذاشتن، خواستن بکشنش، تقدیر خدا پیشی گرفته، اومدن پیش پدر گریه میکنن که گرگونو خورده. این اولین استنباط از آیه. دومین استنباط از این آیه اینه که چرا شب اومدن. این خودش دلیل بر دروغ بودنشونه، بلکه شب برای حالتشون این که ملامح صورتشون، نشونی های صورتشون دیده نشه، فعل زشتی رو که انجام دادن بتونن پنهان کنن، شب بیشتر کمک میکنه. و اینجاست که قدرت اداء قرآن در بیان فعل و انفعالات نفس انسانی متجلی میشه. برادران یوسف اومدن پیش پدر، بر علیه برادرشون توطئه چیدند. اگر این داستان ها در صحنه زندگی در طول تاریخ در میان بشر تکرار نمیشد، در میان انسان ها چه برادر چه غیر برادر، قرآن این همه رو اینها انگشت نمیذاشت. اینا آمدن که پدرشون رو فریب بدن، برادرشون رو فریب دادن، انداختن تو چاه، به قدرت زور انداختنش تو چاه، با وجودی که میدونن پدرشون عاشق این برادره، عاشق یوسفه، کوچکترین فرزندشه و نمیخواست بهشون اطمینان کنه. اولم شک داشت، دلهوره داشت، دل شوره میزد. الان چطوری با این پدر ملاقات کنن؟ این فعل انفعالات نفسی و روانی و روحیه که هیچ کسی نمیتونه اینها رو پنهان کنه، هر کار کنه نمیتونه پنهان کنه. ولذا گفتم بذار شب بریم پیش پدر، روز نریم، بلکه شب وقت ظلمته. اون موقع اینجوری بود، وقت تاریکیه و این فعل انفعالاتی که در صورت مظاهر میشه پدر نبینه اینها رو. انسان وقتی که دروغ میگه و خودش هم میدونه دروغ میگه، یه تناقضی در شخصیتش پیدا میشه. این تناقض، این فعل انفعال در صورتش پیدا میشه و چون اونا میخوان پدر از واقعیت آگاه نکنن، یه چیز دیگه بگن، یه سخنی از پیش خود بتراشن. هنوز تشیع و خمینی تا کلینی و اینا زنده نبودن که شیطان بهشون یاد بده که 9 دین تغییر بکنن. ولذا اونا میدونستند که چه بسا که فعل انفعالاتشون حقیقتشون روشن کنه، چه از راه زبان چه از راه صورت، سیمای دروغشون مشخص بشه در مقابل پدرشون. گفتند خب پس شب مخفی کاری بهتر میشه کرد. و برای پوشیدن رسوایی ها و فضیحت ها شب بیشتر کمک میکنه. ولذا یه زمانی رو انتخاب کردند که بتونن این حوادث رو پنهان کنن. این قضیه رو نشسته در تاریکی حرف میزنه با پدرش، نمیدونه که این چی میگه، یعنی سخنشو میشنوه، آثار سخنشو در صورتش نمیبینه. و جاءوا اباهم عشاء یبکون. گریه مثل خنده یک فعل انفعال طبیعیه، غریزیه، فطریه و جالب اینه که انسان خودش هیچ اختیاری در این مورد نداره. این انسان نیست که خودشو میخندونه،
یا میگریانه، میتونه تظاهر به اون بکنه لیکن نیست. ولذا اونی که زورکی گریه میکنه گریه نیست، این تباکیه، بکا نیست، بی زور گریه کردنه. چشمشو میماله، آب دهن میذاره تو چشمش، مثلا مثل روزخانان کذاب و دجال که سربازان ابلیسند و بر هر حال گریه تا گریه زورکی الکی شناخته میشه، لیکن این گریه و خنده به شکل طبیعی اینا انسان درش اختیاری نداره. یهویی میبینه آدم چیزی میشنوه میخنده، یهویی میبینی گریه میکنه. خداوند سبحانه و تعالی یکی از ویژگی هایی که به خودش داده و به هیچ خلقش نداده اینه که به من شما فهمونده که میراننده و زنده کننده خداونده. هو الذی یحیی و یمیت. و دوباره انه هو اضحک و ابکا، این که گریه و خنده دست اونه. و انه هو امات و احیا، اوست که میمیرانه و زنده میکنه. در سوره نجم آیه شریفه 43 و 44 اینو میخونیم. ولذا در خنده و گریه مثلا انسان ها بین مثلا یه خنده مخصوص انگلیس و یک مخصوص فرانسه و یکی مخصوص امریکا و یکی مخصوص عرب و یکی مخصوص عجم نداریم. همچنان بین مرگ و زندگی همه یک بارگی میبرند، یه جور میبرند، یک جور زنده میشن. تولد یک شکله، مرگم یک شکله. ما یه تولد چینی و تولد اروپایی نداریم. این ویژگی ها مشترک در میان همه بشر. ولذا وقتی انسان تظاهر به خنده بکنه اینو تضاحک میگن، خنده نیست دیگه، خنده زورکیه. و تظاهر به گریه بکنه تباکی بهش میگن، یعنی خنده رو به زور در بیاره، حقیقی نیست. خب همه اینها رو در شب میشه پنهان کرد لیکن در روز نه. و در تاریخ هم مثال های زیادی در این مورد داریم که چطوری شب یک پوشش و حجاب برای موضع انسان. وقتی که سرورمان حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و ارضاه، که حسین هیچ کسی دعوتش را مثل شیعه ویران نکرده و نامش را مثل شیعه بد نکرده و با غلوب و افراطی که دربارش کرده، همون افراطی را که مسیح پرستان راجع به مسیح کردند. ولذا نسبت اینها به حسین بزرگترین اهانت به حضرت حسینه، همچون که نسبت مسیح پرستان غالی به حضرت مسیح بزرگترین اهانت به اوست. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه وقتی که به کربلا رسید دید که دشمنان احاطه‌اش کردند و شیعیان خائنش هم از دورش گریختند. بعد از اینکه 20,000 امضا فرستادن، 2 خورجین امضا که بیا که ما باید بیعت میکنیم، اینجا هر کسی ده در رو، جز اندکی پیشش نموندن. لیکن حسین مردی است آزاده و نفسش اینو قبول نمیکنه که کسانی که دلشون با او نیست با او بجنگند، همراه با او بجنگند. او تصمیمشو گرفته. الان وقتی که به شرط شروطش عمل نمی کنن ناچار از خودش دفاع کنه. حسین بر جنگ نیومده لیکن گیر کرده، شیعیان فریبش دادن و به وصیت یزدگرد دربارش عمل کردند.
خلاصه وقتی که شب فرا رسید، حضرت حسین فرمود که ان کنتم قد استحیتم ان تفروا عنی نهارا فاللیل جاء وقد سترکم فمن شاء فلیذهب واترکونی. اگر شما خجالت کشیدید که در روز از پیش من برید، فرار بکنید، الان شب رسیده، شب شما را میپوشن، هر که میخواست بره. مقصودی که یکی از کارهای بشر نیرنگ، خدعه، فریبکاریه و شگرد ویرانگران و فریبکاران و دجالان مدعی تشیع در اینه که این خدعه رو، این نیرنگ و این فریبکاری رو لباس دینی بهش پوشوندن به اسم تقیه. همچون تک تک آیات قرآنی رو تحریف کردن در تفسیر، به قول استاد بزرگمون خداوند شهادتش را بپذیرد، علامه احسان الله ظهیر، که میگه شیعه اگر فرزن هم قائل به تحریف قرآن نباشه، که هستن، همه علماشون هستن جز 2 نفری که تقیه کردن، ولی کسی باید این رو بشناسه که طبیعت این مذهب ویرانگر رو بشناسه. میگه خب تک تک آیات قرآنی رو با تفسیرشون تحریف کردن. این سخن من جای دیگه ندیده بودم، در ابتدا اولین بار که دیدم از سخنان ایشان دیدمش، که رحمت خدا بر او باد و مدرسهش را، مکتب معهدش را از شر خونخواران صفوی حاکم بر ایران محفوظ نگه دارد. مقصودی که شگرد تشیع در اینه که این خدعه رو لباس دین پوشونده، تقیه قرآنی را مثل همه اصول و فروع قرآن با یک روش شیطانی به ضدش مبدل کرده. این شگرد تشیعه، از اسلام یک اسلامی ساخته که ضد اسلام باشه. این رو اگر اسلام ستیزان و بقیه کوران نمیفهمند، فهمیدن چون که قلمداران فهم مصلحان تشیع خدا حب که به داده بشه. به هر حال برادر ارزی که اون را دادن مراجعتشون گذاشتن، پدر خودش دلش شوره میزنه، احتمال بده که واقعی حتما رخ داده، چرا اینو دیر کردن و اینا در میدن. بلکه روز باشه چشم پدر به چشمشون بیفته، شاید نتونن به اصطلاح چنین تصنعی رو، چنین پهلوانی رو از خود نشون بدن، چنین دروغ بزرگی رو اظهار کنن، فاش بگن که ما نه رفتیم مسابقه یوسف گور خورده، با اینکه قبلا خودشون گفتند که ما یک عصبه هستیم و یک جمع نیرومندیم. خبر شبانه تفتیش رو
یعقوب بره یوسف، اما حداقل ببینه میدونستند که دلش آسون نیست. اینم آورد که اولین نخوره، لغزش خورد ناچار مثل مارمول که با بازی میکنه ورز انسان فوری با توبه کنه. امام طبری در این مورد یک روایتی آورده که خداوند رحمتش کنه، میگه وقتی شب اومدن پیش پدر گریه کردن، پدر وقتی که صداشون رو شنید گفت فرزندانم چی شده؟ گوسفنداتون چیزی شده؟ گفتن نه. فوری پرسید یا یوسف چه خبره؟ از یوسف چه شد؟ و این گریه های الکی را که امروز این تباکی های دروغین شیعه و روزخانان دغا و بیهایاشون که شما میبینید ادامه ابلیسی همین رنگ های شیطانی است که به برادران یوسف یاد داد. دشمنان یوسف و دشمنان همه صادقان و راستگویان تاریخند. امام قرطبی از این موضوع دو مسئله استنباط میکنه. اولا جاءوا اباهم عشاء یبکون. خب این عشاء ظرفه، ظرف در موضع حاله. تا اینکه بیشتر بتونن سر پدر کلاه بذارن. و از مشهوره که میگن که در میان عرب یه مثال مشهوری هست که لا تطلب الحاجة باللیل فإن الحیاء فی العینین. در شب پیش کسی که نیازمندی پیشش نرو. برای اون موقع البته الان که شب و روز به برکت برق ادیسون تغییر کرده. لا تطلب الحاجة بالليل فإن الحياء في العينين. چیزو در شب نخواه، برای که انسان حیاش در چشمشه. ولا تعتذر بالنهار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار. و در روز از گناهی عذرخواهی نکن از کسی، اون موقعی که وقت تاریک بود، برای که زبانت گیر میکنه. من گفتم برکت ادیسون، این کلمه برای کلمه برکت از خداونده که برکت میده. و همه این کشفیات خداونده که براشون تاریخ میلادی میذاره. و همه بشر ادیسون و غیر ادیسون مجرای تقدیر خدا هستند. مقصود این که روایت شده که یعقوب علیه السلام وقتی که صدای گریهشون رو شنید گفت چیتونه؟ آیا گوسفندانتون چیز شده؟ اونا چوپان بودن رفتن برای رمه هاشون. گفتن نه. پرسید که یوسف کجاست؟ گفتند که ما رفتیم مسابقه بدیم، یوسف و گرگ خورد. پدر پرتوس چنان گریه کرد و فریاد کشید که به زمین افتاد. گفت پیراهنش کجاست؟ که بعدا اینو میایم توضیح خواهیم داد.
امام صدی و امام ابن حبان روایت میکنه وقتی گفتند که گرگ یوسف خورده فوری بیهوش شد، به زمین افتاد و حق داشت، حق داشت، چیز کوچکی نیست. آبروش انداختند، آبروش ریختند، هیچ حرکت نکرد، صداش کردند هیچ جواب نه، بیهوش شد دیگه. وهبی بن منبه میگه که یهودا دستشو گذاشت بر روی نفسش، نفس یعقوب بزرگترین فرزندشه، هیچ آثار نفسی نبود، دستشو زد به اصطلاح امروز نبضشو دید، هیچ. یهودا گفت که وای بر من شما، روز قیامت چه جوابی بدیم؟ برادرمون رو به چاه انداختیم، پدرمون رو کشتیم. یعقوب در همین حالت بود که تا وقت سحر که با سردی سحر به هوش اومد. وقتی که به هوش اومد سرش در دامن همسرش روبیل بود، ببخشید فرزندش. گفت که ای روبیل، آیا من اطمینان نکردم راجع به فرزندم؟ آیا ازت عهد نگرفتم؟ گفت ای پدر، از گریه وایستا، من بهت خبر میدم. یعقوب جلو گریهش رو گرفت، گفت که ما رفتیم به مسابقه، یوسف گذاشتیم پیش کالایمون، گرگونو خورد. باز دروغ گفت. این اولی مسئله. دومین استنباطی که امام قرطبی از این آیه میکنه اینه که میگه علمامون میگن، اهل علم میگن که این آیه دلیل بر اینه که گریه دلیل بر صدق نمیشه، به خاطر که احتمال داره که تصنع باشه. بعضی از مردم میتونن، هر کسی نمیتونه، آدمای صادق نمیتونن. اگه کسی خواست این دروغ ها رو یاد بگیره، کافیه در این جلسای دروغ و نیرنگ و فریب و مکر محرم و سفر شیعیان بنشینه. لیکن بعضی از حکما میگن که اشک دروغین تا اشک راستین شناخته میشه. ولذا یکی از یه شاعری به نام حکیم میگه که اذا اشتبکت دموع فی خدود تبین من بکا ممن تباکا. وقتی که اشکها در گونه ها جاری میشه، ظاهر میشه که اشک راستین کجاست، اشک دروغین کجاست. خب تا اینجا کفایت میکنم. انشاءالله همین آیه رو در جلسه بعد بیشتر توضیح میدم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. ایجاد امامزاده جعلی و ساختگی، قسمت اول. شما از کی فهمیدی که اینجا یه همچین امامزاده ای هست و اینها؟ زمان بچه بودیم بودن. میگن چی؟ برای میگن پیر بیبیهور بینیم. بعد اینا کی بودن؟ این پیر بیبیهور، پیر بیبیهور کی بودن؟ فقط میگن بیبیهور بینیم. ما آمدن. شما اصلا نمیدونین چیه، نمیدونین اینا کیان؟ یاران کی بودن آخه؟ این بیبیهور، بیبی نور. یاران امام رضا بودن. سلام داداش، خدا قوت، خسته نباشی. یه آرامگاه پیر بابا پیر ماما اینجا هست. بیبیهور نه ببین دم کوه ساختن، بالای کوه رفته. چقدر باید بریم بالا؟
عالمانی که باید این خزعبلات رو اصلاح کنند خودشون با اینا تجارت میکنند. خلاصه تشیع همین است بعد از 4 مرحله تحریف. داداشم اینجا یه ظریف داشت نه؟ بله ظریف داره. بله گفتن 7 برادرونم کنارش 7 بودن ها، این همونجاست؟ همه اینا بتخانه ظریح مری ها. او ما نشنیده. الان خادم نداره اینجا؟ نه خادم نداره. قبلا یه آقای خادم بود لباس میپوشید شب. نفله شده تو. اینجا هم گفت نبود. دیدی گفتم اهوازی دور آمد یه اهوازی همون اهوازی آفرین همون اهوازیه که روی بلنگوی دستی میذاش بالا، ماشینش با بلنگو دستی حرف میزد. درسته. یه خانم مکش مرگمای سلط زبان داشت که طریق همین شولا جوونا گیشتن بلند کردن آوردن. پدران اومدیم همه بت پرستی ها در تاریخ اینطوری شروع شده. هنوز لباس این آقا نو بود. امیدوارم اون تصاویر پاک نشده باشه که ایشون لباسی شبیه خدام حرم پوشیده بود، حتی یه آرم زده بود این بالا. بله درسته. ببینید ایشون شاید هم به قول ایشون میگن هنوز همچنان در منزل این آقا این لباس موجود باشه. کلاش هست. این لباس و کلاه رو کی بهش داده بود؟ همون آقای اهوازیه، همون لندوور سواره این کلاه رو به ایشون داده بود که اونجا تا اونجا که یادم جامسنگ صادقی که اون زمان خدمتشون بودیم رئیس پلیس آگاهی وقت جنبندی برنامه این بود که آمده تو روستا گفته ای از طرف امامزاده غیر جعلی هم کاری نیست، نمیتونه کاری بکنه، هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه، همش دروغه اینا. می آمد ایشون وسیله‌اش چی بود؟ دور داشت از این چراغ دورگردون داشت. گردون داشت. چیزی هم بغل ماشین نوشته بود. نمیدونم چی نوشته بود. با یه لنده چراغ گردونی مثل مال پلیس بسته بود بالا. بسته بود بالا تو ماشین. خودشو کی معرفی میکرد؟ میگفت چه کاره هستم من؟ هیچ میگم من امامزاده ها رو دارم تعمیر میکنم درست میکنم، هر جا امامزاده من درست میگم. ما دانیال بهم داره به کویت کار میکنم، خب دانیال آمریکا کار میکنم، همه هم حقوق میدم. یعنی راه میفته جاهای مختلف در سر تا سر کشور. امامزاده جعلی متاسفانه ایجاد میکنه، بعد یه بساط بیزینسی بر اساس این قضیه جور میکنه و عرض شود که مباحثی از این وقتی که آخونده امامزاده بزرگ دارن، اینا امامزاده کجای درست میکنن دیگه؟ همش دکانه، کل امامت یک دکانه. ما اون روز که آمدیم مسلمون آخه ظریف رو زمین بود. آخه من که نمردم. ظریف مال امامزاده یا بود، از اونجا جوونا آوردن اینجا. بندینه میبندن شفا میگیرن اینجا. یا شفا میگیرن، بیمارستانه، زاجگاهه. جهالت و نادانی تا این حد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. إذا أتوا على قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الطير لا أرى الهدهد كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان بعيد. فقال احط به سبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وجدت للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما وما تعلنون. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. این تصادفی که شخصی که به پیامبر اسلام علیه السلام توهین کرده بود، ببینید که خداوند چطوری ازش انتقام گرفت و چطوری تو ماشین خودش سوخت.
آقای عبدالله موحد: شما دو تا کلیپ فرستادید ننوشتید که چی هست، موضوع چیه؟ همیشه سعی کنیم توی زندگی رضایت الله رو جلب کنیم. الله متعال وقتی که از بنده هاش رو دوست داشته باشه توی آسمون صدا میزنه و میفرمایند ای جبریل، من فلان بنده ام رو دوست دارم. پس جبریل همون شخص رو دوست خواهد داشت و جبریل هم خطاب به همه ملائکه ها میگه که الله متعال فلان شخص رو دوست داره، پس شما هم دوستش داشته باشید، تا اینکه تمام اهل آسمان اون شخص رو دوست خواهند داشت و الله متعال. من نمیدونم این که موسیقی ها چرا روی این نوارای دینی میذارن، خیلی بده این. چرا پیامم رو نمیخونی استاد تو برنامه؟ آقای عبدالمجید اینو 100 بار توضیح دادم، من هر پیامی رو نمیتونم بخونم، بستگی داره به شانس شما. الان شانسی چون شما نوشته بودید بالا اومده، من دیدمش. پیام ها زیاده. دعا نویسی، پالگیری دعا نویسی، بزرگترین گناه بعد از شرک سحر و جادو، از استاد شیخ بردل، خدا خیرش بده. بزرگترین گناه بعد از شرک سحر، دخالت در امور خداوند است. سحر، جادو، از غیب صحبت کردن، پیشگویی، تخبیری. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اگر مسلمانی بره پیش کاهینی که از غیب میگه، از آینده میگه، کف نگاه میکنه، خبر از غیب. آقای شریف نارویی: شما یک کلیپ فرستادی ننوشتی موضوعش چیه؟ خواهش میکنم بنویسید موضوعش چیه، کی هست و موضوعش چیه. خب اون که بس داشته به فقه اهل سنت عمل میکرد، اون که شیعه نبوده که. میتونی بگی نماز اینا باطله، حجشون باطله، روزشون باطله. خب ببین ایشون انصاف به خرج میده، خدا خیرش کنه. علتش همین اهل سنت، رفتار خودشون با رفتار اهل سنت. وقتی ببینم اهل سنت 5 وقت نماز میخونن، خب از خودشون سوال ما چرا 3 وقت نماز میخونیم؟ علتش همینه که ایشون میفرمایند، خدا خیرش بده. از اون گیر دادی به خدا. به قول ایرانی دمت گرم. خدا منصفانو بیشتر کنه. باور کنید اگر 10,000 کتاب می نوشتیم تشیع خودشون رو رسوا کردن نمیتونستیم، بلکه این عقاید و آرا ظاهرش فریبنده عدل علوی، نمیدونم جامعه توحیدی، وقتی اومدن مردم دیدن شد همش دروغه، همش چرندیاته، فریبکاری. آقای عبدالمؤمن از تاجیکستان: سوالتون رو متوجه نمیشم، اما مکی یعنی چی؟
که اینطوری نوشته نمیشه. تجوید را نمیداند از پشتش نماز خوندن درست است یا نه؟ اگر اشتباه نمیخونه نمازش درسته، ولی باید تجویدش رو درست کنه. آقای مسئله است که اولیا میدونن چی قضیه. یعنی این هستی رو فقط اولیا میدونن، بقیه نمیدونن. اونها فهمیدن تا اون اندازه‌ای که بشر باید بفهمد. فقط دین شد مال اولیا، بقیه هیچی. قضیه چه بزرگ است و در مقابل چه عظمتی ما هستیم. ما در مقابل عظمت الهی هستیم و عظمت الهی هم از مخلوقاتش ظاهره و هم از کتابش. و سر کار ما با چیست؟ اونها به ما تعلیم میدن. اولیا یعنی ائمه. و اینطور نیست که دعا برای تعلیم ما باشه، دعا برای خودشون بوده است. خودشون میترسن. الان همه این جمله ها رو نگاه کنی، یک جمله مفید درش نیست، همش موهومات، همش حواله به سراب. از گناهان خودش گریه میکردن تا صبح، از پیغمبر گرفته تا امام اعظم. خب این حرف درسته. درسته، امام اصل که وجود نداره، دروغ بیش نیست. اما از گناه میترسیدن. خب پس شما چرا بزرگترین گناه انجام میدید؟ اونا از گناه میترسیدن، ظاهرشون و باطنشون یکی بود. چرا شما ظاهرش اینجا ظاهرا نشستید تو حسینیه ارشاد به ملت میفهمید که اینجا خانه نشستید، اون موقع تو قصر خسروشاهی که پشت سر همین حسینیه ارشاد نشستید؟ چرا قانون اساسی با تغییر نوشتی؟ چرا دروغ نوشتی؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا گفتی آب برق مجانی میشه؟ اینا معصیت نیست؟ ملتی رو بدبخت کردید، کشوری رو ویران کردید، منطقه رو با آتش کشیدید. اینا معصیت نیست؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا چیزی میگوید که بهش عمل نمی کنید؟ و این گناه بسیار بزرگی است که چیزی بگوید که خودتون بهش عمل نمی کنید. گناه اونا غیر نیست که من و شما داریم. اونها یه عظمتی را ادراک میکردن که توجه به کثرت از گناهان کبیره است پیش اون. این چرندیات وحدت وجودی هاست که داره بلغور میکنه، خودشم نمیدونه چی میگه، همش موهومات. هر موقع سخن کسی نفهمیدید به قول آیت الله برقعی، بدونید که خودش نمیفهمه چی میگه، همینجوری بلغور میکنه.
حضرت سجاد در یک شبش به حسب اون چیزی که وارد شده تا صبح اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابة الى دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول. بالاخره جمله خوند از کسی. خب حضرت سجاد اولا اهل سنت و جماعت بود مثل بقیه ائمه اهل بیت و در سخنش یک کلمه شرکی نیست. چرا شما همه شرک انجام میدید؟ چرا حضرت سجاد نمیگه یا علی بددم کن؟ مثلا مسئله بله. آقای عبدالله از بوشهر: سلام علیکم. چرا مدارس دینی عربستان، پاکستان یا جاهای دیگه آنلاین درس ندارن؟ چرا؟ اتفاقا دارن، همشون دارن. در عربستان خیلی زیاده، از جمله مسجد راجحی آنلاین درس داره، دانشکده داره. تا کسانی که توانی رفتن مدرسان ندارن بتونن از این راه علوم دینی بهره بگیرن. حرفتون کاملا درسته، با دارن. آقای محمد امین از سرخس: خود شما هستید، خدا امورتون رو میسر کنه. آقای اسماعیل از مریوان: علیکم السلام ورحمة الله. یه بنده خدایی برای توبه از گناهانش میره پیش یک مولا در سنندج. توبه انسان پیش خدا بره میره پیش مولا؟ الان پوستشو میکنه. بعد از توبه کردنش مولاه 800,000 تومان ازش پول میگیره. بفرمایید. مثل اعتراف مسیحیان. ما واقعا از دست این مولاها به تنگ آمدیم با این دینی که برامون ترویج میکنن. خب اینا از بدبختی تصوفه دیگه. در کردستان تصوف رایجه. تصوف همین بدعت‌های کشیه داره، تصوف هم داره. اگه باشون بحث کنیم سریع مارک وهابی به ما میچسبونن. شما یکم در موردشون صحبت کنید. چه صحبت کنم؟ دنبال یک کلیپ میگردم که دیشب هم جزیش رو گذاشتم. یه لحظه فقط بی زحمت. هزار خانواده که در شهر هستن و چیزی حدود بازم یه همین تعداد در روستاها هستن، پر کردنش با نهایت این نیست. این شهرک ها در هذه المدن میخوام شما رو معطل کردم، لیکن این حالو کجای امروز؟ عجیبه، پیدا نمیشه. نکنه پاک شده باشه.
با عرض معذرت این شهرک ها در هذه المدن فعلا اینو نگاه بکنیم ببینیم چی میشه. این شهرک ها در هذه المدن الواقعة تحت الأرض موجودة على طول سواحل الخليج الفارسي. نه اینم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. 40 نشون میده هیئت نم چه اقتصادی 20 مدل می الان که اون پیدا نشد این حداقل بذاریم برای و فلان اینا جلوشونه. بعد اونایی که ما رو تحریم کردن نشون میده لیوان آب جلوشونه. اونی که ما رو تحریم کرده جلساتشون یه لیوان آب توشه، مایی که تحریم شدیم جلساتمون یکی نیست میوه جلومونه. نگاه ما اونا رو تحریم کردیم. این که دهن روزنامه ها رو بسید کسی چیزی نگه مفهومش این نیست که مردم نمیدونن که کدومتون مریض شدید نرفتید اروپا برای درمان. بگید خب بدونیم کدومتون اروپا درمان نرفتید. اگه رفتید با پول کی رفتید؟ چند تاتون بچه هاتون الان تو اروپا و آمریکا داره درس میخونه؟ پول کجا میارید شما؟ من 16 جا کار میکنم یه زندگی خودمو نمیتونم درست اداره کنم. شما چجوری؟ شما از کجا دارید که بچه هاتون تو اروپا دارن با دلار ان تومن زندگی میکنن؟ از کجا پول میارید شما؟ همتونم مسئول حقوق دولتی دارن. مگه چقدر به شما حقوق میدن؟ شب عاشوراست میشینن از جنایتای کوفیان میگن، از جنایتای کوفیان میگن. شما نمیدونید کوفه جنایت کرده؟ خب قرار شد ما راه کوفه رو نریم، راه اهل بیت رو بریم. اهل بیت اهل اسراف بودن، اهل تبذیر بودن، اهل اختلاس بودن، اهل راندخاری بودن. علی ابن ابی طالب نشون داد حاضر نیست سر سوزنی از اصول انسانی پاشو کنار بذاره، وایساد رو همین اصول. سر همینم کشتنش در محراب، چون خواست انسان بمونه. باج نداد، کسی رو نخرید، لابی نکرد، امتیاز نداد، بیت المال رو پخش نکرد، حتی به اقوام خودش. حاضر نشد سر سوزنی از انسانیت پاشو عقب بکشه به هیچ وجه. همونایی رو که بخشید کشتنش. اگه دین رو خرج کردید برای دنیا، چرا دنیاتون آباد نه؟ حداقل کاش دنیا رو آباد میکردید، میگفتیم گور بابای آخرت. بابا دنیا آخرتمون رو به باد دادید. قرار بود دنیا رو با عقل اداره بکنیم، گفتید نه وحی هست، دین هست، نه روایت داریم، حدیث هست، ما اجتهاد میکنیم. خب اشکال نداره، باشه، حداقل دنیامون رو درست کنید. خب یا آدمای تربیت کنید که اختلاس نکنن، دزدی نکنن، رشوه نگیرن، برای آقازاده هاشون وامای کلان نگیرن. خودتون باشید و عادل باشید، خودتون باشید، انصاف داشته باشید، خودتون باشید، اخلاص داشته باشید. ما هم الان به شهردار و فرماندار و استاندار و بخشدار و چه میدونم نماینده مجلس و وزیر و وکیل و رئیس جمهور همه انتقاد دادیم. اما انتقاد من مفهومش نیست که رئیس جمهور بیای من برم جا تو. نه آقا جون، به من چه؟ تو که قبول کردی مسئولیت تو می‌خواستی قبول نکنی، حالا که قبول کردی درست باید اداره کنی. من که نمیگم تو بیا پایین من برم جای تو. هرچی میگیم تموم نمیشه که، دردمون بیشتر میشه. خدا به دادمون برسه. با ما هر کاری خواستید کردید، با نسل ما، با بچه‌های ما نمیتونید کارا بکنید. من میبینمشون امیدوار میشم. تن نمیدم به این چیزا. نه به این حرفای مفتی که میزنید تن میدن، نه به این دین تقلبی که میگید تن میدن، نه به این وعده تقلبی که میگید تن میدن. جواب اینا رو نمیتونید بدید. من به اونا امیدوارم. ما که گذشت، ما حالا شرمنده شهدا بودیم و آقا شرمنده پدر مادر شهدا بودیم و فلان بودیم، هر چیزایی تو سرمون گفتیم به احترام اینا سکوت، به احترام اینا سکوت. با اینکه به احترام اینا باید حرف میزدیم، ولی بچه‌های ما به احترام شهدا سکوت نمیکنن. از ما بهترن، منطقی ترن. نام زیبایش میان سینه ها مأوا کند. هر گفتمان قومی به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه، به شدت باید سرکوب بشه. پشت هر حرف اینا، حتی اگر به ظاهر تجزیه طلبی نیست، باید به سرکوب بشه. به خصوص جریان در کردستان و آذربایجان. هر حرفی آموزش ما بچه‌هامون میان مدرسه
تا 7 سالگی آذری خوندن، ترکی خوندن، کردی خوندن، عربی خوندن، میان تو مدرسه نمیتونن فلان، بیایم یه آموزش زبان مادری کنیم. به شدت بر سرکوب شه. آموزش زبان مادری ندیم. من میگم زبان گویا قاره‌ایه. دقت کن. خیلی از این عزیزان میهن پرست ما آموزش زبان مادری کوتاه اومدن. منم قبلا یه کوتاهی اومده بودم، بعد دیدم نه اینا میان جلو. آموزش زبان مادری کوتاه بیای فردای پدرسوخته‌ها میگن آموزش به زبان مادری، یعنی شیمی و ریاضی رو به زبان کردی و ترکی بخونید. آموزش زبان مادری یعنی اینکه آقا ما در کنار دروس دیگر یک کلاسی داشته باشیم برای زبان قومی خودمون. از همون ابتدا بعد جلو تمام این بحثا رو گرفت. الان هم دارم به جمهوری اسلامی میگم اگر جمع نکنی این لباسای قومی رو جمع نکنی، جلوی این بچه بازیه که آقا رسانه استانی گذاشتی هر کی به زبان خودش و اینجور مسخره بازی‌ها، جلوی اینا رو نگیری، اگر این یک دستسازی قومی رو در ایران انجام ندی، نری به سمت همگون، متاسفانه من نمی‌بینم به سمت بومی کردن، به این میگن بومی سازی. باید بری به سمت همین. این کارو خوشبختانه ما در دوران 50 ساله محمد رضا شاه و رضا شاه به درستی داشتیم انجام میدیم. همین محمد رضا شاه که خیلی‌ها بهش توهین میکنن، همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. همین جلوی گسترده شدن مساجد سنی رو گرفت. برید آمار بگیرید. باید تمام گفتمان‌های قومی جلوش گرفته بشه. با قدرت، نه بحثای تنده، نه بحث با سال‌ها این قضیه کار باید جلوی این قضیه گرفته بشه. مردک پلش. تو این زمینه درود به شرف رضا شاه و محمد رضا شاه من بفرستم. ببین ما باید انصاف داشته باشیم دیگه. این دو تا شاه طبق اقتضاعات بالاخره زمان خودشون آقا اصلا بی برو برگرد کلی بالی دارن به آمریکایی‌ها و کشورهای غربی، حرفی نداری، ولی یه کاری کردن خدا شاهده. در حوزه داخلی به شدت جریانات پان کرد و پان عرب و پان بلوچ و غیره رو، به ویژه جریانی که اصلا نمیذاشتن شما مساجد سنی رو نگاه کنید که زمانش چند تا بوده، الان زمان جمهوری اسلامی متاسفانه ببین چقدره کوچیک همه سنی هستی. این شاهی که اینقدر فحش میدی اتفاقا کلی برنامه‌ریزی کرده بود که از همین سنی‌ها داشت شیعه میشه. کوچیک همه سنی هستی شما تروریستای وهابی. بگم من کوچیک تمام سنی‌های ایران هستم. پایگاه‌های اینترنتی مخالفین جمهوری اسلامی همگیشون دم از مظلومیت سیستان و بلوچستان از عمری‌های زاهدان میشن. تازه اونا مظلوم نیستن، همه اینها قاچاقبر مواد مخدر، همگیشون تاجر مواد مخدر، مدارس الی ماشاءالله، مساجد الی ماشاءالله. بله خدا رحمت کند مرحوم شاه را که اینها رو مثل سگ ذلیل کرده بود. این شاهی که اینقدر فحش میدی اتفاقا کلی برنامه‌ریزی کرده بود که از همین سنی‌ها داشت شیعه میشه. بله خدا رحمت کند مرحوم شاه را که اینها رو مثل سگ ذلیل کرده بود. کوچیک همه سنی‌ها هستی. در زمان پادشاه فقید عمر کشون داشتیم ما. آقا عمر کشون شد یک بخشی از بحث شیعه، همین جزئیاتش به همین عمر کشون نشونه شیعه. آقا عمر کشون شد یک بخشی از بحث شیعه، همین جزئیاتش به همین عمر کشون نشونه شیعه. افسنگت یا علی مدد بر عمر حرامزاده لعنت بر دشمنان اهل بیت لعنت بر عمر ابوبکر عثمان عایشه و حفصه و هند و جود و مکم معاویه شورای صدیق ابوعبیده جراح معاذ بن جبل عبدالرحمن بن عوف هرمله ولد الزنا لعنت. کوچیک همه سنی هستی. شرم این حرفاتون تهمت کسرت بکن، نامردا، بی انصافا، کافران سقیفه‌ای. کوچیک همه سنی هستی. من کی تو این کردم؟ اون به شیعه آدم توهین بکنه به خاطر این که سنی بعدش میاد در مادر هرچی سنی لعنت بشم آخر. شما تروریستای وهابی. بگم من کوچیک تمام سنی‌های ایران هستم ها. این شاهی که اینقدر فحش میدی اتفاقا کلی برنامه‌ریزی کرده بود که از همین سنی‌ها داشت شیعه میشه. همگیشون دم از مظلومیت سیستان و بلوچستان از عمری‌های زاهدان میشن. تازه اونا مظلوم نیستن، قاچاقبر مواد مخدر نیست. و اگر بلوچی مسئله بلوچا یادت باشه، مرد برای نام میمیرد و مرد برای نان. خدا سوگند تا نفس آخر تفنگم را زمین نمیگذارم.
مردارخور از قال الله و قال رسول درش باشد. بله ایشون دین یعنی خودش قال الله و قال رسول کاری نداره. تبلیغات برای من نفرست. اگر سوالی داری بنویس یا این تبلیغاتی که فرستادید به درد من چی میخوره. آقای عبدالمجید از زاهدان خیلی متشکرم. انسان مؤمن به سان قبل نماست. 59 ثانیه. به قول حضرت حکیم امت تهانوی جمله قشنگی داره: انسان مؤمن به سان قبل نماز. قبل نما رو تو هر طرف بچرخونی فلشش به سمت چی میره؟ کعبه میره. اون فلش به طرف کعبه میره، تو برعکسش کن، به طرف جنوب بذار، چرخ میکنه برمیگرده به همون طرف. از بالا پرتش کن، برمیگرده به سمت کعبه. انسان مؤمن مثال قبل نماز. فرق نمیکنه تو اون کس که تو را شنا جان فرزند عیال خانم جهانش بخشی. دیوانه تو هر دو جهان چه کند؟ دو جهان براش بی اهمیته، چون الله داره. آقای شریف نارویی بازم عرض میکنم کلیپی که فرستادید ننوشید چیه، لطفاً توضیح بدید چی هست. اما در دین که فراوان شده، الان در دین اینقدر خیانت آمده که همه سخنان ما در دین از کتاب و سنت نیستند. عزیزان من، میداند این آیه قرآن نیست، میداند این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست، دروغه، حدیث جعلیه، سخنی از بزرگانی که حقیقت ندارد، یک خوابیه، یک داستانیه، میداند دروغه، میچسبونه دور. خب برای اینکه فرهنگ اسلامی متاسفانه پر از دروغ‌های تشیع و تصوف شده. آقای شکری بریم پرده آخر. میگن قاتل پیغمبر همون زن یهودی است در سال 7 هجری که یک گوسفند عرض کنم آلوده به زهر رو آورد برای پیغمبر داره در تاریخ. پرسیدی پیغمبر شما کجای گوسفند رو بیشتر دوست داره؟ گفتن کف و دست گوسفند. با یک شگرد خاصی دست رو مسموم کرد، گذاشتن جلوی پیغمبر اکرم. اونجا تا که 2 نفر دیگه هم بودن، اون 2 نفر به محضی که خوردن و از گلوشون پایین رفت تا پیغمبر اومدن بردارند و بگذارند تو دهانشون، اون گوشت به صدا در اومد که یا رسول الله من رو نخور که من مسمومم. شب روزگار خوش. ببین شیعه چطوری موضوع خود اسلام لجنمال میکنه. اصل قصه درسته ولی جبرئیل بهش وحی کرد، گوش به سخن در نیامد. روایت درست اینه.
زمانش همه نرخ‌ها ثابت بود، حتی قیمت آخوندا. روزگار اونقدر نرخ‌ها ثبات داشت شدن، مثل کاغذ دهشایی، کلوچه پنجزاری، ما یادمونه این آدامس دهشایی خودمون خریدیم تا، و حتی روحانیان روزخون هم با قیمت معروفشون آخوند دوزاری دو ریالی، دو قرانی. در وضو سر را 3 مرتبه مس بکشیم یا یک بار؟ شما این زندگی اشرافی سلطان صوفی عبدالحمید اشرافیش کجاست؟ مبل مثلا، یا اینا رو گذاشت فتوشاپه یا حقیقیه؟ اگه حقیقیه که وابیلاست، در صورتی که مولانا عبدالعزیز وقتی که زنده بود خدا رحمتش کنه، تا زنده بود ما یک صندلی نمیتونستیم وارد منزل بکنیم، یه صندلی نبود داخل منزل، یک مبل نبود، زمین هر کی می اومد خودش زمین میشد، مردم زمین میشد، یه فرش. این تکلف نمیکرد و تظاهر و زهد هم نمیکرد. دقت میکنی؟ فرش عادی، یه فرش ماشینی و متکا، هر کی می اومد می نشست دیگه. سلطان بازی نبود. آقای سعید شهبخش، این شوخیه دیگه. آیا این چیه نوشتید؟ آیا خروس شیعه است یا سنی؟ فرمودند از آنجایی که خروس 5 وعده از آن میگوید به نظر سنی میرسد، ولی چون هر نیم ساعت یک مرغ را سیغه میکنه قطعا شیعه است. نه بابا، کجا هر نیم ساعت؟ اصلا خروس بیچاره سیغه بلد نیست. معاونت دامپزشکی حوزه علمی قم، بفرمایید. عظیمترین ذات و بزرگترین ذات رب العالمینه بدون هیچ شکی. بیا با حوری جنت منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رویت ستار میگردد. عظیمترین ذات و بزرگترین ذات رب العالمین. اینجاست که تو بر بزرگی خدا داری رو به قبله بعد میگه الحمدلله. آقای عبدالرحمن از کرمانشاه، اگر خدا بخواد کسی در ملأ عام ذلیل رسوا کند حتما این کلیپ را ببینید. مجری اسپانیایی در برنامه زنده میخواد با خواندن آیاتی از قرآن خشونت اسلام را به تماشاگران بفهمند و به A priori la tirada contra las madres me parece bastante violento. Solo lo entendería si te lava la cara con saliva delante de tus amigos y tú ya eres mayor de edad. No, otra. Sí se dice de algunas de tus ciudades
Sirvamos a dioses ajenos, herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, matarás sus ganados, juntarás todo su botín. ¿Botín? Sí, sí, botín. Botín, No hay dinero. juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín. ¿Quién ha escrito el Corán? Quentin Tarantino. Uno de intereconomía. No. ¿Sangriento, perdido? No, no es terrible, súper violento. Perdona, me he equivocado, pero si lo pone en la Biblia. Oh. بله مشکل بشر در همین دروغگویی هاست دیگه. گوشت خرچنگ حلال است؟ بله اختلافه ولی حلاله. آقای سعید شهبخش شیر الاغ موجود است، مؤثر برای پاکسازی ریه، دوشیدن در حضور مشتری، تلفن عجیب. اینا چیه دیگه؟ تلفنم نوشته، بفرمایید. فرهنگ اسلامی آقای خامنه‌ای و خمینی. خانم جمال زهی کلیپی که فرستادید فقط شبتان در پناه خدا. گویا که اصل کلیپ صدا نداره. آقای اسماعیل ضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ولا يظلم ربك أحدا ماشاءالله. این یک کارگر اهل سنت اینجوری قرآن میخونه در تمام حوزه علمی های شیعه. یه نفر بیاری اینجوری قرآن بخونه از علما شما.
آقای احمد علیکم السلام. تا سالی دارم، من شغلم بنایی است، چون گرانی هست با قیمت بالا کار میکنم، پول زیاد میگم، آیا گناهی بر من هست؟ اگر بالاتر از عرف رایج جامعه، بله دقت میکنین، اون چی که در بازار هست همون قیمت، بالاتر از اون نگید. آقای فرید شهادتگو از اصفهان علیکم السلام. یه عرضی داشتم، امیدوارم برای شیعیان فریب خورده مفید باشد انشاءالله. امروز نامه 6 نهج البلاغه در مورد خواندن نماز در 5 وقت از زبان علی را میخوانم. البته ممکن است در چاپ‌های دیگر شماره نامه این نباشد. حالا خنده‌دار این بود که آخونده برای خواندن نماز در 3 یه توجیه مسخره و خنده‌دار در همین باره آورده که به نقل از رسول صلی الله علیه و که ایشان نماز رو در 3 وقت میخوندن، به این دلیل که پیامبر فرموده راضی نیستم که امت من در رنج و سختی باشد. اینم دروغه. اون درباره سفر گفته، نه درباره حضر. سفر مظنه رنج. این مطلب رو از سایت خود این آخونده میخوندن. بله، آخوند شیعه یعنی کلکباز دیگه. پیام برای فاسقان در صفحات مجازی. جوان دشتی 1 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. ای کسانی که در صفحات مجازی مردم را به هر وسیله میخندانید، چه با واسطه شعرهای مبتذل، چه با واسطه رقص، چه با واسطه پرانک‌ها و چه با واسطه ارتباط با دختران نامحرم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند پرگناه ترین شخص در روز قیامت کسی است که مردم را بیهوده میخنداند. هیچ نفع خنده او نه برای دنیایش دارد و نه برای آخرتش. آیا شما مسلمان هستید؟ اگر مسلمان باشید این را بدانید که مسیر شما قبل از اینکه به طرف جنت نزدیکتر شود، این اعمال شما را به جهنم نزدیکتر میکند، نه به جنت. خدای نکرده. البته خنداندن به دروغ، یعنی اگه چیز راستی باشه مشکلی نیست. خنداندن دروغ گفتن در خنداندن. منصب این شخص که چهره در فیلم، یعنی چهره حضرت عمر هستند، آیا اونا گناه نکردن این شخص رو به جای حضرت عمر آوردن تو فیلم؟ این مختلفیه بین علما، این که صورت صحابه رو و صورت شلک گناه نیست. امروز فیلم تصویر و صدا کاری میکنه که شاید کتاب نکنه. یک تصویر کار 1000 کلمه رو میکنه. خیابون‌های نیویورک. آقای سعید شهبخش. یکی از همونهایی که موفق شد خودشو به لاستیک هواپیما نگه داره. نه امکان نداره. اونی که لاستیک هواپیما پرت شد و تمام شد. الان صداشو میبندم ببینم. کمال حیدری: اگر صحابه کافر باشند پس این چگونه به ما رسیده؟ آفرین بر شما، خوش شد که تذکرم دادید. حتى زمن امیر المؤمنین كانوا يجاهدون بانفسهم ويذهبون الى القتال. هذول منافقين.
از صحابه دفاع میکنه، خدا خیرش بده. دوستان راجع به مولانا نعمت الله توحیدی، اگر کسی به دقت میدونه که چطوری ترور شد برام بنویسه. اون چی که من میدونم با تصادف، لیکن کسی به دقت میدونه، چون یکی داره یک سازمانی داره تحقیق میکنه راجع به ترورهای اهل سنت، این موضوع رو از من خواست. کسی که خبر نگه من شنیدم، اگه خودش خبر داره. مولانا نعمت الله توحیدی، خدا رحمتش کنه. بعضی ملاهای از خدا بیخبر، این دوستان تبلیغی ما میرن برای نمازی، روزه، حجی، زکاتی، دیانتی دعوت میده. شما مسلمان ها تبلیغ میکنید، پیغمبر کافر تبلیغ کرده. فوراً جلوی تبلیغ را میگیره ملا صاحب. بابا پیغمبر کافر تبلیغ کرده، تو مسلمان تبلیغ میکنی؟ این اعتراض را بر دوستان تبلیغی ما مطرح میکنن، دوستان تبلیغی ما جوابی ندارن. خب جواب امروز بگیری. الله تعالی میگه کافرها را تبلیغ میکنی به عنوان اتمام حجت، که پردای قیامت ابو جهل نگه که من ندانستم، فرعون و هامان و شداد نگه که ما ندانستیم. تبلیغ برای کفار به خاطر اتمام حجت است. ما اتمام حجت کردیم، نبی فرستادیم. تبلیغ واقعی برای مؤمن است. انما کلمه انما برای حسن، یعنی تبلیغ شما برای این کفار میکنه، نه پیغمبر، این تبلیغ برای اتمام حجته. تبلیغ واقعی شما، انذار واقعی شما فقط برای همون بندگان من است. انما تنذر، هم الله بیخبر که تبلیغ مؤمنین را، ارشاد مؤمنین را خلاف میداند. این یاسین کریم را هر صبح هم تلاوت میکنه شوندن، هر صبح کی سجلش و بغلش هست، حقی کلش و بغله، سوره یاسین تلاوت میکنه ولی نمیداند که در سوره یاسین چه هست. انما تنذر، غیر از این حرف نیست دیگه حرفی که شما آگاهی میدهی من اتبع الذکر، آنها را که پیرو قرآن. ما اگه حرفی طلبه به شما زدن دل من نیسوزه. هم میگم امروز تبلیغی ما از قرآن مجهز بشه، طالب ما از قرآن مجهز بشه، تا در برابر این همه عواقی، این همه بوشه ها، این همه دستگاه های تبلیغی بتواند حمیمان خود را حفاظت کند و حمیمان اهل عیال خود را. خدا قبول کند. خیلی متشکرم آقای عبدالمجید. آقای سلطان سلیم. بریم پرده آخر. تشبیه یعنی آقا سگ شرف داره بر تو، بگو من سگم. آقا شیخ عباس قم اهل مرد، اینو دیروز منتشر کردم. کریمی تکاب. من علاقه زیادی به زبان عربی دارم، لطفا برایتگرم راهنمایی کنید. علاقه مبارکی، خداوند بهتون توفیق بده. تعلم العربیه فانها من الدین، عربی را بیاموزید که از دینه. کسی عربی بدونه دینو خیلی خیلی بهتر میتونه بفهمه. اکثر فرهنگ اسلامی به زبان عربیه، مهمترین کتاب اسلام به زبان عربیه و من نمیدونم شما چه کشوری هستید.
کجا برن پناهگاهشون کجا سر درست کنن برای خودشون. حالا با این بدبختی با این وضعیت کلمه کار اشتباهی میکنه، کلیپ های مردم و اسم خودشو میزنه بعد برای مردم درد سر درست میکنه. این دوتا اشتباهه، یکی که برای مردم درد سر درست میکنه، یکی کلیپ مردم چرا مهر خودتون رو میزنید مملکت. خداوند خانه‌های خود اینها را خراب کند. کسانی که خانه فقرا را خراب میکند خداوند خانه خودشون را خراب کند و خانه رهبرشون را. چند بار قرآن را خوانده اید شیخ امامی؟ اگر کسی این جایی که خودمون همه نشستیم و ایستادم من در مقابل شما، اگر صادقانه و بدون هیچ رو در بایستی آمار گرفته بشود که شما مسلمانانی در این جمع چند نفرتان قرآن را نشستید مطالعه کردید، چی می نویسیم در کاغذی که بین ما پخش شده؟ یا چند بار قرآن را مطالعه کردید نشستید که ببینید الله سبحانه و تعالی این نامه را و این رساله را و این کتاب را و این قانون را که برای من و شما و برای بشریت فرستاده، این را در 20 سال 30 سال 50 60 سال از عمرمون که گذشته چند بار نشستیم مطالعه کنیم ببینیم فرمایش چی هست، چی فرمان داده. الله سبحانه و تعالی روز قیامت از همه این سوال را می کند و قرآن شکایت می کند. سلام استاد، اصلا خواهش میکنم یک کاری بکنید واسه ساحرای بلوچستان، آبروی این خبیثا رو نیز به قول خودتون آبروی مسجد مکی در میان فقط تو برنامه اعلام کنید. نه، هر جا سحر ساحری باشه ما اعلام میکنیم، شما بفرستید بس. مسجد مکی ضد ساحرانه، ولی اگر در اطرافش کسی هست عکساشون رو بگیرید بفرستید، ما اینجا پخش میکنیم. مسجد مکی بالاتر از مسجد مکی، هر جایی که منکری باشه باید اون منکر رو باید علنی کرد. تا مردم پرهیز کنن. فقط تو برنامه اعلام کنید پیش کسانی که همچنین روش ها دارن نرن. شما فقط اعلام کنید من تا ارقام دایگو شما هستم. چشم. كفاك ربك كم يكفيك واقفة كيف كافها ككمين كان من كلك تكر كرا ككرب. ببین این نه عربیه نه فارسیه نه بلوچیه، اینا زبان جنه، سحر جادو همینه. في كبد تحكي مشكشكة كالك لك كفاك ما بي كفاك الكاف كربته يا كوكبا ك. اعوذ بالله اعوذ. سحر جادو علنا اینه. یک خبیث چابهاری به خواهر این صوت رو فرستاد بود که گوش بده و یه عکس که زمینه سیاه داشته، گفته در حین گوش دادن نگاه کن، هر چی دیدی مشکلات همونه. به این خواهر گفتم این روش پلیدی است، اصلا به حرف گوش نمیده و این خواهر هم خودش ملا هست، بازم کار این رو تصدیق کرد کار خوبیه، کارش خوبه. ناآگاهه، معنیش این ناآگاهه. خیلی متشکرم که شما همکاری میکنید این منکرات رو میفرستید تا علنی بشه. عکسای خود همین ساحران در از موبایلاشون از سایتاشون بگیرید بفرستید، اینجا من منتشر میکنم. آقای هدایت شده هیئتی، مقصد ما مقصد این بود که اسلام را ببرند و راه این که اسلام را از بین ببرند این بود که روحانیت را از بین ببرند. برعکس بهترین راه این مسئله رو ایشون البته نمیفهمه، فهم ایشون پایینتر از اینه.
هرچی من بیشتر به سخنان آقای خمینی گوش میدم عدم درک و فهمشو بیشتر حس میکنم و مقصودشون از اسلام تشیعه، خرافات و گنداب‌ها و مرداب‌هایی که تشیع درست کرده. مذهبی که از مرداب خم سربلند کنه بهتر از این نمیشه و نام اسلام میگیره برای میدونه بقیه ضربه رو به اسلام زده، تشیع بزرگترین ضربه رو به اسلام زده. بنده یک کتاب دارم به همین عنوان، ویرانگری تشیع در اسلام. ببینید که علمای اسلام از صدر اسلام تا الان راجع به تشیع چه گفتن. ولی اینا چون با عاطفه برخورد میکنن، آل بیت چیز دیگه نمیبینند. مولانا عبدالعزیز خدا رحمتش کنه میگفت جوش که بیاد هوش از بین میره، عاطفه که بیاد عقل از بین میره. اینا میدونستن که تا روحانیون هستن اینا حفظ میکنن اسلام را. خب بیا واقعیت تکذیب این موضوعه. روحانیان الان قدرت رو در دست گرفتن، همون روحانیه که احمد کسروی رو کشتن، همون احمد کسروی که میگفت ما یک حکومت به روحانیان بدهکاریم، ایناش روحانیان اومدن. ایران بزرگترین کشور بیدین منطقه به قول آقای برقی نویسنده، نه آیت الله برقی، محمد برقی، بزرگترین کشور اسلامی، بزرگترین کشور بیدین ایرانه در منطقه. چرا؟ چون شما مردم دینگریز کردید. این مذهب بهترین راه برای دینگریز کردن مردمه، برای که نه با عقل جور در میاد و نه با فطرت و عمل حاکم کم که بشه دیگه خودشون نشون میده. و از قدیم هم شما خود گفته اید که ما بر مذهبی هستیم که هر که اونو ظاهر کنه خدا ذلیلش میکنه، همچون در روایتاتون هستش. نقشه بردن اسلام و راهش بردن روحانیت و جدا کردن ملت از روحانیون. خب روحانیان آمدن، ملت خود به خود جدا شد. شما کاری با خود کردید که هیچ دشمنی نمیتونست بکنه. روحانیت بزرگترین بلای جان این دینه، برای که از راه دین نان میخوره که سردستاشون خودت باشید. لذا با تبلیغات دامنه‌داری مشغول شدند و حالا مشغولند. نه نمیدونستن تبلیغ کنند. اگر راه تبلیغ بلد بودن، اگر شاه و دستگاه شاه راه تبلیغ بلد بود، فقط کافی بود که کتابای شما رو اجازه بده چاپ بشه. اما اون رژیم چنان نادان بود در این مورد کتابای شما رو ممنوع کرده بود. کافی بود کتابای خود شما رو آزاد بکنه تا مردم شما رو بشناسن. و نقطه دوم، گام دوم اینه که دلسوزان حوزه علمی ها رو زلزله درش راه مینداخت با منطق قوی که داره. که روحانیون را از ملت جدا کنند. وقتی ملت از روحانیون جدا بشد و اینا پشتوانه نداشته باشند برای تبلیغات خودشون، اونها به مقاصد خودشون میرسن. خود ملت به تنهایی نمیتوند کاری بکنه تا اتکال به اسلام نداشته باشد. اسلام به روحانیت چه ربطی داره؟ مسیحیت، دعوت حضرت مسیح به کاردینال ها و روحانیان مسیحی چه ربطی داره؟ و هاکذا در یهودیت. این روحانیت ها برای جان اسلام بودند، برای جان هر دینی بودند. نمیتوند کاری انجام بدند. اتکال به اسلام وقتی میشد که کسانی که به اسلام دعوت میکنند تمام مقصدشون دعوت به اسلام است، اونها در کار باشند تا مردم را دعوت کنند. و خب اینا 42 سال گذشت، دیدیم که حرفات و اسلام تماش دروغ در اومد. چیز کنند. سابق اینها به طور علمی همچه مطلبی را ادراک کرده بودند که اسلام وضعش جوریست که اگر قوه پیدا بکند نمیگذارد ما به منافعمون برسیم و روحانیون هم اونها هستن که اسلام رو حفظش میکنن، نگه میدارن. دیدیم الان
روحانیان شیعه اسلام رو ویران کردن. یه روزی شما عربده میکشیدید که اسلام به واسطه تشیع زنده است، تشیع اومد اسلام رو در ایران جاروب کرد به خاطر مشتی خرافات که داره، شرکیاتش، خرافاتش از یک طرف در میدان نظری و تئوری، و ظلم و جور و جنایت و دزدی و فریبکاری و همکاری به اسرائیل و اسلحه خریدن از اسرائیل و شعارهاش بر علیه یه چیزی و عمل یه چیزی دیگه، منطقه رو با آتش کشوند. این اسلامی که شما رو باش ترخوش کردند از فرانسه و آوردنتون ایران. ولذا شرکت نماینده شرکت هند شرقی بریتانیا در هند به درستی میگفت که روحانیان شیعه دست ما هستند، هر موقع میخوایم بلندشون میکنیم مثل میچ، هر موقع میخوایم به زمین میزنیمشون. اونایی که شما ها را ساختن طبیعت شما را میدونند. خب دوستان، کم کم رفع زحمت میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بقیه مسیج هایی که نتونستم جواب بدم عذر میخوام. خدا کنه که فردا بتونم بقیه رو جواب بدم. ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا اللهم نور قلوبنا بالعلم وصحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. با حمد و سپاس بر خداوند متعال، تنها معبود راستین این هستی، که ولایتش را، ملک و ملکوتش را، صفاتش را به کسی نداده است. زنده کننده و میراننده تنها اوست. مرض و شفا تنها در دست اوست و تقدیر این هستی تنها در دست اوست و پیغمبران را برای این فرستاده است که مردم را نه به سوی خودشان بلکه به سوی خدایشان راهنمون گردند. درود و سلام بر اون پیغمبران راستین که مردم را به سوی الله خواندند. و درود ویژه بر جناب محمد مصطفی علیه السلام و صحابه کرام او و بر یاران و رفقای او و بر ازواج او و اطهار او و پیروانش تا قیامت. اونهایی که از توحید منحرف نشدند، اونهایی که در دین بدعت نگذاشتند و با عرض سلام ادب و ادب به شما بینندگان ارجمند در سراسر جهان.